بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما کاربران محترم آکادمی مهارت آموزی آنلاین ویکیدمی به دوره آموزش جامع ابزار گوگل آنالیتیکس. خیلی خوش آمدین. امیدوارم که یک دوره خیلی خوب در کنار هم داشته باشیم و در انتهای دوره شما بتونید با استفاده از دانشی که در این دوره کسب کردین کسب و کار اینترنتی خودتون رو روز به روز بهبود بدین و به اهداف والای خودتون نزدیکتر بشین. خب من اول جلسه میخوام یک مقدمه ای رو خدمت شما عرض بکنم. اولین مبحث این هستش که منابع آموزشی که ما استفاده کردیم در این دوره چیا هستش. منابعی که من استفاده کردم برای تهیه این دوره آموزشی، اول تجربه 4 ساله خودم هستش، دوم آکادمی‌های برتر جهان مثل سایت‌های لیندا و یودمی و همچنین مقالات و محتوای برترین سایت‌های جهانی. خب بریم به سراغ اولین اسلایدمون برای دوره جذاب گوگل آنالیتیکس. من میخوام اول آموزش رو با طرح یک سوال از شما شروع بکنم. دوستان من، فکر بکنید که شما یک فروشگاه لباس دارین. یک مشتری وارد مغازتون میشه، شما چندین سال تجربه فروشندگی داشتین، همچین فرضی رو داشته باشین. آیا شما با یک نگاه متوجه نمیشید که مشتری شما به چه نوع استایلی علاقه داره؟ یا اینکه بومی منطقه است یا نه، یا اینکه مشتری جدیدتونه یا مشتری قدیمیه؟ حتی اینکه بدونید چقدر خرید از شما میکنه. اگر قطعا یک فروشنده حرفه‌ای باشید، جواب همه این سوالاتتون رو دارین و خودتون رو آماده میکنید برای فروش لباس و اجناستون به اون مشتری. ولی حالا اگر شما یک فروشگاه اینترنتی بزنید، یک فروشگاه اینترنتی لباس، فکر بکنید. حالا اینجا عکس فروشگاه آمازون رو من گذاشتم و فقط میخواستم یک منظوری رو از فروشگاه اینترنتی به شما برسونم. شما فکر بکنید که فروشگاه اینترنتی زدید، الان که دیگه شما مشتریانتون رو نمیبینید، پس چطور میتونید این دیتا رو جمع آوری بکنید؟ چطور میتونید سایتتون رو بهبود بدید، کسب و کار اینترنتیتون رو بهبود بدید برای اینکه به فروش برسید؟ قطعاً هیچ چیزی وجود نداره به غیر از یک راه حل، اون هم استفاده از ابزارهای تحلیل و بررسی و آنالیز دیجیتال هستش که رایگان و بهترین اون ابزارها ابزاری است که کمپانی گوگل در اختیار ما قرار داده، ابزار گوگل آنالیتیکس که دیتای سایت شما رو فقط با اضافه کردن 5 تا 6 تا خط جاوا اسکریپت به سایتتون به شما برمیگردونه در یک پنل مدیریتی خیلی زیبا منظم و شما با استفاده از اون دیتا که واقعا گنج و طلا هستن، شما میتونید حتی حرفه‌ای تر از یک فروشنده داخل مغازه اجناستون رو در فروشگاه اینترنتیتون بفروشید. نه فقط فروشگاه اینترنتی، هر کسب و کاری که در بستر اینترنت انجام میشه و شما نیاز دارین کاربران خودتون رو بررسی بکنید. خب دوستان من، قبل از اینکه وارد خود ابزار بشیم، ابتدا باید بفهمیم که تجزیه و تحلیل دیجیتال چی هستش و بعدش باید با یک مفاهیم بنیادی آشنا بشیم که ما خیلی در طی دوره اون مفاهیم رو تکرار میکنیم برای اینکه آموزش بدیم، برای اینکه استفاده بکنیم. پس این جلسه رو حتما همراه من باشید. مفاهیم بنیادی هستش که واقعا ضروریه و خوبه که بدونیم. این اطلاعات رو هم دارم میگم برای اینکه من و شما در یک سطح اطلاعات قرار بگیریم تا در طی دوره هر کدوم از یک کلمه معانی جداگانه ای رو برداشت نکنیم. میخوام اگر که میگم کانورژن، اگر که میگم یوزر، هر دو تاییمون در یک سطح اطلاعات قرار بگیریم. ولی اولین سوال، تجزیه و تحلیل دیجیتال چی هست؟ تجزیه و تحلیل دیجیتال سنجش و اندازه‌گیری اهداف تجاری کسب و کار شما و یافتن راههایی برای بهبود آن. حالا این که میگن دیجیتال یعنی این که با استفاده از ابزارهای دیجیتال شما بیاین اندازه‌گیری بکنید اهدافتون رو و ببینید چقدر نزدیک شدین به هدفتون. آیا دور شدین؟ آیا نزدیک شدین؟ اگر دور شدین راهتون رو تغییر بدین، اگر نزدیک شدین
راهتون رو بهبود بدین و کلمه کلیدی در تجزیه و تحلیل دیجیتال بهبود مستمر هستش. خوبی که ابزارهای دیجیتال دارن این هستش که ریل تایم هستن، یعنی شما آنی میتونید دیتای کاربرانتون رو بررسی بکنید و ببینید در لحظه چه اتفاقی داره رو سایتتون میفته و اگر مسیری رو اشتباه کردی همون لحظه جلوشو بگیرید. این مزیت ابزارهای دیجیتال هستش و تجزیه و تحلیل دیجیتال. ولی دوستان من فکر بکنید شما در سایتتون یک هدفی رو قرار دادین و یک برنامه‌ای برای اون ریختید. چطور می‌خواید بفهمید که آیا مسیرتون خوبه، باب میل کاربرتون هست یا نه؟ قطعاً با همون ابزار آنالیتیکس شما میایین اندازه‌گیری میکنید، تحلیل و بررسی میکنید و در گام سوم یاد میگیرید. خیلی مهمه اینکه شما یاد بگیرید از مسیری که رفتید، ببینید مسیری که رفتید شما رو به هدفتون نزدیک کرده یا از هدفتون دور کرده. اگر دور کرده یاد میگیریم دیگه اون اشتباه رو نکنیم و اگر خوب ما رو به سمت هدفمون برده بهبودش میدیم و در گام آخر همون بهبودی که مد نظرمون بود رو اعمال میکنیم در سایتمون. خب ما زندگیامون داره هر روز متفاوت‌تر از دیروز میشه، تجربه های جدیدتری ما داریم کسب میکنیم، تجربه های آنلاین هم پس در نتیجه تغییر پیدا میکنن. خب وقتی خواسته مشتری ها عوض بشه بازاریابی هم باید عوض بشه. خب بازاریابی عوض بشه ابزارهای دیجیتال هم عوض میشن و تغییر پیدا میکنه و ما باید خودمون رو همراه این تغییرات تکامل بدیم و رشد بدیم و تجزیه و تحلیل هامون رو حتی باید تکامل بدیم. بریم سراغ اولین مفهومی که باید یاد بگیریم. دوستان من، دایمنشنز ها و متریک ها اطلاعات اساسی گوگل آنالیتیک رو برای ما به ارمغان میارن و ارزششون فوق‌العاده است. این دو مفهوم رکن اصلی گوگل آنالیتیک هم برای ما. هر گزارشی که شما در گوگل آنالیتیک میبینید بر پایه دایمنشنز و متریک ها بنا شده. پس قبل از اینکه وارد استفاده از ابزار آنالیتیک بشیم خیلی مهمه که با این مفهوم آشنا بشیم. دایمنشنز ها ویژگی های کاربران ما رو شرح میدن، مثل اینکه مرورگرشون چیه، شهرشون از کجا هستش، صفحه‌ای که از طریقش وارد شدن، منبع ترافیکشون. اینها میشن دایمنشنز ها. کیفی هن، توضیح دارن. اطلاعاتی که از سایت به سمت سرورهای گوگل میاد درون دایمنشنز ها تقسیم بندی میشن. ولی متریک ها اندازه های کمی هستن، قابل اندازه گیری هن. مثل تعداد بازدید از صفحه یا تعداد کاربران جدید یا تعداد کاربرانی که از مرورگر فایرفاکس استفاده کردن یا تعداد کاربرانی که از شهر اصفهان یا شیراز به سایت شما هدایت شد. اینها میشن متریک ها. امیدوارم که مفهوم دایمنشنز و متریک رو متوجه شده باشه. هر چیزی که کیفی باشه، توضیحی باشه، ما بهش میگیم دایمنشنز و هر چیزی که کمی باشه و قابل اندازه گیری باشه ما بهش میگیم متریکس. پیج ویو یک تعریف خیلی ساده داره: تعداد کل دفعاتی که یک صفحه مشاهده شده توسط کاربرانت. مفهوم بعدی مفهوم هیتس هستش. دوستان من، هیتس خیلی مهمه. تعاملات کاربر با وبسایت و محتوای شما میشه یک هیتس. وقتی من وارد یکی از صفحات سایت شما میشم یک لود اتفاق میفته در سایت و اینجا گوگل آنالیتیک با استفاده از همون کدی که در ابتدا نصب می‌کنیم روی سایتمون میفهمه که یک لودینگ اتفاق افتاده و لودینگ صفحه هستش. پس اینجا دیتایی که مرتبط با لود شدن صفحه هستش رو در یک پکیج قرار میده به اسم هیتس و به سمت سرور گوگل ارسال میکنه. انواع مختلفی وجود داره از هیتس در گوگل آنالیتیک: پیج ترکینگ هیتس، ایونت ترکینگ هیتس و ای کامرس ترکینگ هیتس. پیج ترکینگ هیتس ها شامل اطلاعاتی هستن که وقتی صفحه‌ای لود میشه اطلاعات لود شدن صفحه رو به سمت سرور ارسال میکنه. ایونت ترکینگ هیتس ها اطلاعات رویدادهای یک صفحه رو به سمت سرور ارسال میکنن، مثل کلیک روی یک دکمه یا اسکرول یک صفحه. و ای کامرس ترکینگ هیتس ها اطلاعات مربوط به سایت های
تجارت الکترونیک مثل فروشگاه اینترنتی رو به سمت سرورهای گوگل ارسال میکنم. برای این نوع از هیت من میتونم کلید افزودن به سبد خرید رو برای شما مثال بزنم. وقتی شما روی کلید افزودن به سبد خرید کلیک میکنید در یک فروشگاه اینترنتی، یک ای-کامرس ترکینگ هیتس اتفاق میفته. مبحث بعدی که خیلی مهم هست سشن ها هستش. ببینید دوستان من، شما وقتی وارد یک سایتی میشین، یک سشن برای شما ایجاد میشه. هر تعاملی که با سایت داشته باشین ریکورد میشه و وقتی از سایت میخواین خارج بشین سشن بسته میشه و سشن هستش که در اصل به سمت سرورهای گوگل ارسال میشه. یعنی درون سشن ها تعاملات شما با سایت وجود داره که همون هیتس ها هستش. پس من در یک سشن میتونم بی نهایت صفحه ببینم و وقتی دارم از سایت خارج میشم سشن من بسته میشه و به سمت سرورهای گوگل ارسال میشه. حالا من وارد سایت میشم و هیچ کاری انجام نمیدم. اگر من حداقل 30 دقیقه هیچ تعاملی با سایت نداشته باشم سشن من به طور خودکار بسته میشه. اگر وارد سایت بشم، خارج بشم و دوباره برگردم و 30 دقیقه‌م نشده هنوز، سشن من در موقع بازگشت دومم سشن جدید خواهد بود. چرا؟ چون گفتم از سایت خارج بشیم سشن بسته میشه. خیلی مهمه که مبحث سشن رو یاد بگیریم. من میتونم برای شما یک مثال دیگه بیارم. ما میگیم page view session، یعنی تعداد صفحات بازدید شده در طی یک سشن. من وارد سایت میشم 10 صفحه رو میبینم، پس اینجا page view اسلایس سشن من میشه یک سشن ولی 10 تا صفحه دیدم. مفهوم بعدی یوزر هستش. افرادی که از سایت ما بازدید میکنن و حداقل یک سشن براشون باز میشه و بسته میشه. چطوری شناسایی میشن؟ به وسیله یک کوکی. گوگل یک کوکی در مرورگر کاربر ست میکنه. درون اون کوکی یک کلاینت آیدی هستش و من وقتی وارد وبسایت میشم از طریق اون کلاینت آیدی مشخص میشه من کاربر قدیمی هستم، کاربر جدید هستم و در این صورت خیلی راحت گوگل میتونه بفهمه که یک کاربر چند تا سشن داره که اینجا من نوشتم چند جلسه داره. مفهوم بعدی سگمنت هستش. سگمنت ها یعنی گروه بندی کردن کاربران بر اساس ویژگی های مشترک. مثلا من میخوام فقط بدونم که چه کاربرانی از سایت من، چه تعداد یوزرهایی از سایت من از شهر اصفهان هست، از شهر شیراز هست، از کرمان هستن مثلا. یا اینکه میخوام بدونم چه تعداد از کاربران من رنج سنی 18 تا 24 ساله دارن، چه تعداد کاربران من زن هستن، چه تعداد کاربران من مرد هستن. و خیلی خیلی این مفهوم مهم هستش چون در گزارشگیری از گوگل آنالیتیک ما با سگمنت ها سر و کار داریم. مفهوم بعدی کانورژنس هستش یا تبدیل. ببینید دوستان من، شما از راه اندازی یک وبسایت یک هدفی دارید. میخواین که کاربرانتون به اون هدف برسن. اگر کاربران شما به هدفی که شما از قبل تعیین کردین برسن، یعنی اینکه کاربر شما تبدیل شده به مشتری ثابتتون و هدف شما رو زده. این میشه کانورژنس، تبدیل. شما یک فروشگاه اینترنتی دارین، میخواین بدونید که چند نفر از کاربرانتون در روز خرید انجام میدن از سایتتون. یک هدفی تعیین میکنید به وسیله ابزار گوگل آنالیتیکس. حالا هر کی به اون هدف رسید یعنی اینکه خرید انجام داده. اون هدف میتونه صفحه بازگشت از بانک باشه. حالا شما دیگه میتونید بفهمید چه تعداد از کاربرانی که وارد وبسایتتون میشن تبدیل میشن به مشتری ثابتتون و هدف شما رو میزنن. این بهش میگن کانورژنس. و این اهداف بر اساس نوع کسب و کار تغییر پیدا میکنه. حتی دانلود یک کتاب الکترونیکی هم میتونه یک هدف باشه و ما میتونیم کانورژن ازش بگیریم. مبحث بعدی ایونت ها هستش. هر گونه تعامل شما با سایت هستش. شما روی یک دکمه کلیک میکنید، یک ایونت اتفاق میفته، یک رویداد اتفاق میفته. اسکرول میکنید در سایت، یک رویداد اتفاق میفته. حتی کانورژن ها میتونن بر اساس ایونت باشه. شما میتونید بر روی یک ایونت یک هدف ست بکنید و اگر اون ایونت اتفاق افتاد یک گل ست میشه و در نتیجه شما میتونید نسبت به اون ایونت کانورژن بگیرید.
در دوره پیشرفته آنالیتیک ما این مورد رو توضیح میدیم که چطوری میتونیم رویدادها رو ردیابی کنیم. مبحث بعدی سورس و مدیوم هستش. خیلی ساده است. سورس میشه جایی که کاربر از اون به سایت شما هدایت شده، مثل تلگرام، مثل خود گوگل، مثل اینستاگرام، مثل توییتر، فیسبوک یا حتی تبلیغات در سایت های دیگه. مدیوم میشه راه یا بخشی که از طریق اون سورس به سایت ما راه پیدا کرد. مثلا گوگل سورسش گوگله در آنالیتیک، مدیومش هم مثلا گوگله. این یعنی اینکه کاربر با سرچ عادی اومد. ولی اگر سورس گوگل باشه و مدیوم ادوردز باشه، یعنی اینکه از طریق پید ترافیک و گوگل ادوردز وارد سایت شما شده. این مدیومه میشه همون گوگل ادوردز. راه‌های مختلفی برای ورود به سایت ها هستش از یک منبع مشخص، مثل بنر. این هم از سورس و مدیوم. و مبحث آخر اتریبیوشن ها هستش. ما با استفاده از اتریبیوشن ها میتونیم ارزش بدیم به جایی از سفر مشتری که کاربرمون تبدیل شده. شما میتونید آنالیز بکنید منابع و محتوایی که کاربرانی نزدیک به اهداف تجاری شما دارن. یعنی چی؟ یعنی شما میخواین مثلا یک اپلیکیشن رو تبلیغ بکنید و هدف از تبلیغ این اپلیکیشن نصب این اپلیکیشن هستش. شما میاید با استفاده از اتریبیوشن ها میبینید که کدوم یکی از فضاهایی که تبلیغ رفتین بیشترین تبدیل رو به شما داد. این میشه مبحث اتریبیوشن. و خواهشی که دارم اینه که ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، هم در اینستاگرام هم در تلگرام. سوال داشتین بپرسین در قالب کامنت، حتی در تلگرام ویکیدمی میتونید به ما پیام بدین و من خیلی سریع به شما پاسخ خواهم داد. خب به پایان جلسه اول رسیدیم. امیدوارم که از اطلاعاتی که در این جلسه خدمتتون دادم استفاده کرده باشین. جلسه بعدی ما میگیم که گوگل آنالیتیکس چطور کار میکنه، نصب میکنیم آنالیتیکس رو، چه به صورت عادی و چه به صورت حرفه‌ایش که میشه با ابزار گوگل تگ منیجر. با مفهوم پراپرتیز و ویو آشنا میشیم و یک دمو یا پیشنمایشی از گوگل آنالیتیک به شما نمایش میدیم. امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشیم. من که خیلی لذت بردم. همراه ما باشید تا جلسه بعدی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.